سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم بهتون یاد بدم که چجوری آرتری رو دریافت کنیم که آرتری جدید به بازی اضافه شده. آرتری خفنی است، نه اونقدر مثل آرتری اصلی، اما خوبه. شما بچه‌ها میان برای ثبت نام روی این گزینه بزنین، فکر کنم بره دیگه. روی این بزنین. وقتی که زدین میاین اینجا، واسه شما همچین گزینه‌ای نمیاره. برای اینکه ثبت نام کردم راحت آورد. به شما یه نقشه میاره که میگه ریجنتون انتخاب کن. یه ریجن انتخاب کنین. بعدش اون پایین یه نوشته هست اینجوری که تیک داره بغله. شما روی تیک میزنی. بعدش پایین گزینه زرد رنگ رو میزنین، وارد همچین نقشه میشین، همچین جایی میشین. بعدن اولین جوایزی که به شما میده همین جوایز اولیه هست که من دریافت کردم. بعد شما اگه این همه رو تونستین پر کنین اینو میگیرین. بعد 40-50 بار بازی کردن دست شما میتونید آرتری رو بگیرید. آرتری خفنی هم است، نه اونقدر زیبایی که آرتری اصلی داره اما خوشگله. اینم از آرتری. ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنین که ازم حمایت کنین. و این از اولین ویدیو من بود در یوتیوب، شروع به فعالیت کردم. ممنون میشم از حمایتتون.